شروع ویدیو اینکه این وایسی که الان دارید میشنوید رسما مال 10 ماه پیشه، رسما مال فاکینگ 10 ماه پیشه. پس اگر که سوتی یا چیزی دیدین که چرت و پرت کردید چرا حرفی ندارم، انشالله ویدیوهای بعدی درست میشه. و اینم بگم که اوترو با منه. یه چیزای چرت و پرتی گفتم من چند ماه پیش که الان میشنوم واقعا دارم از ادیت کردنش الان که این پستم برای ساجست شده و داریم این ویدیو رو میبینی، درسته؟ پس بهتر بگم سلام و خوش اومدی به اولین ویدیوی من توی این چنل، یعنی عمو بروک. و با اونایی که منو میشناسن اینکه چرا از سبک گیم پلی برآمدم و گذشتم چیه و داستانش چیه و اینکه چرا این سبک رو شروع کردم بمونه برای ویدیوهای بعدی. اونایی که منو سابسکرایب میکنن و ویدیوهای بعدیمو میبینن توی این چنل منمو. اینو بدون که من 7 ماه میخوام این سبک لعنتی رو شروع کنم و به خاطر تلاش و کوشش بسیار زیادم بعد 7 ماه امروز اومدم که این ویدیو رو ضبط کنم. و حالا اینکه این چنل چی قراره توش باشه برمیگرده به ویدیوهای کالاف و ویدیوهای رندوم شت و روستینگ و فان و تعریف کردن خاطرات و چالش‌های کالافی و بعضی اوقات گیم پلی آپلود میکنم. و اینکه داشتم راجع به چی صحبت میکردم که همشو دیلیت زدم. واو یهو اومد ماشین زد بهم، مردم، رفتم تو کما، 10 ماه تو کما موندم، اومدم بیرون عبادی شدم، دوباره رفتم تو کما. دوست بردید منو و اصلا لایک کن اگه میخوای دوباره این اتفاق نیفته و تو رو قرآن چوسی بقیهش میمونه برای ویدیوهای بعدی، کاری ندارم. ولی دوست داشتی لایک کن، دوست نداشتی لایک نکن. فعلا